در یک هتل قدیمی کارکنان متوجه شدند دوربین مداربسته هر شب دقیقاً ساعت 3:22 صبح تصویر یک مرد را در راهروی طبقه سوم ثبت می‌کند. عجیب‌تر این بود که هیچ کس آن مرد را در هنگام گشتنی نمی‌دید. بعد از بررسی فیلم‌های قدیمی، کارکنان متوجه شدند مردی که در تصویر دیده می‌شود، سالها قبل در همان هتل مرده بود. اما ترسناکترین بخش ماجرا این بود: در بعضی شب‌ها تصویر دوربین نشان می‌داد مرد جلوی یک اتاق می‌ایستد و چند دقیقه مستقیم به دوربین خیره می‌شود. کارکنان بعدها متوجه شدند آن اتاق همان اتاقی بود که مرد قبل از مرگش در آن اقامت داشت.